بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد، وصلى الله على الطيبين الطاهرين المعصومين. إنه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام و درود خدا بر نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و سلام و درود به ائمه اطهار و به شما عزاداران ابا عبدالله حسین علیه السلام. عزاداران ابا عبدالله حسین علیه السلام که از راههای دور و نزدیک قدم رنج نموده اید و امروز در این مجلس اعزای پسر فاطمه شرکت کرده اید و زینت بخش این مجلس شده اید، از یکایک شما عزیزان و از تمامی حضاران گرامی که از بهرام آباد، مارچین، بابکان تشریف آورده‌اند، ابراز تقدیر و تشکر به عمل می‌آورم. در آستانه دهمین روزی از دهه ماه محرم الحرام یعنی عاشورای حسینی قرار داریم. عاشورای حسینی روز سالیاد شهادت سومین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام است.